موضوعی که امروز در برنامه گذاشته شده است با نام دیدگاه دولت محور، ماهیت و خصوصیت‌های اساسی آن و اهمیت آن در حفظ دولتداری ملی ما. کتاب با همین نام معرفی شده است و در اونجا شکل مفصل این نظریه و این کنسپسیون هست. حالا مختصری آن را میگوییم و از بس که کمی ماهیت نظریوی و ماهیت علمی دارد، امروز دقتی کمی بیشتر باید کنیم. اما ما قرار کردیم که همون بحثی نظریوی و اکادمیکی و علمی و اصطلاحیش مثلا قریب اختصار کنیم، همون مغز گپ رو اساساً گوییم، ولی یک دو اصطلاح رو در اول شرح میدیم که دولت محور یعنی چی؟ کلمه محور به معنای مرکز، نقطه اساسی، تکیهگاه، خط مرکزی، یعنی یک خطی که یا نقطه‌ای که در اطراف اون همون شی یا نظام شکل میگیرد. مثلا وقتی میگوییم که زمین در اطراف محور خود چرخ میزند، تصور میکنیم که یک خط مرکزی است که زمین در دور اون چرخ میزند. یا اگر گوییم که پدر محور خاندان است، به این معنی که همون شخص اساسی و مرکزی خاندان و همین عائله در اطراف پدر شکل گرفته است، همچون محور. پس محور یعنی مرکز. دولت محور چی است؟ دولت محور یعنی که دیدگاه و نظریه‌ای که مفهوم دولت در مرکز آن قرار دارد. خود دولت، منفعت‌های آن، ماهیت آن، ضرورت حفظ آن، ضرورت تحکیم و تقویت آن در مرکز قرار دارد. دوم دیدگاه چی است؟ دیدگاه در اینجا به معنای نظریه یا کنسپسیون استفاده شده است. دیدگاه دو معنا دارد. معنای لغوی عادیش یعنی که یک نظر. مثلا اگر شما درباره یک حادثه اوکراین، حادثه افغانستان یا درباره نمین نوروز است، درباره بهار است، یک فکر، یک لقمه پرتاید، یک جمله گویید، یک موقع خود را بیان کنید، میگن دیدگاه این کس همیشه بوده است، نظرش. ولی در علم، در همین کتاب بخصوص، دیدگاه به معنای نظریه یا کنسپسیون استفاده شده است. اگر عربی می بود میگفتیم نظریه، حالا به تاجیکی می گفتیم دیدگاه. نظریه از نظر چی فرق دارد؟ نظر یک گپ است، یک فکر است، ولی نظریه وقتی که اگر شما یک ایده را، یک اندیشه را از نظر علمی می سازید، چخیل اصطلاحات و مفهوماش شرح می دهید، قاعده هاش شرح می دهید، هر یک مفهوم رو تعریف می کنید، از روی یک متدی معینی منطقی و علمی و تاریخی اون رو می نویسید، تزیس های اساسیش رو می نویسید، هدف های اساسیش رو می نویسید، نتیجه گیری می کنید، خلاصه ها پیشنهاد می کنید، راه حل پیدا می کنید و در مجموع یک کار علمی انجام میدید. او میشه دیدگاه یا نظریه. یعنی یک نظر، مثلا همین نظر دارد که دولت مهم است. اینا بابای ما هم میگفت، شما هم میگی، این کس هم میگن دولت مهم است، جای شک نیست. ولی همین گپ به نظریه تبدیل دادن یعنی که اساسهای علمی، نظریوی، اساسهای منطقی، خلاصه ها، خصوصیت ها، جنبه های گوناگون اون رو وقت شرح میدهیم و او به عنوان یک نظریه، به عنوان یک کنسپسیون ساخته میشد، نامش همین نظریه یا که در تاجیکی میگیم دیدگاه. پس اگر میگیم دیدگاه دولت محور، ترجمهش این که نظریه یا کنسپسیون درباره در محوری اندیشه و فعالیت سیاسی قرار داشتن دولت. حاضر یک مثال میارم. در قوس
از امی کارهای دینی. مثلا کتاب خورده که ولی بسیار بزرگ است با نام فقه اکبر از امام ابو حنیفه. ببینید در همون فقه اکبر در یک کلمه درباره همین است که همین خدا چگونه است. خب یعنی باوری ما درباره خدا چگونه است، همین مسئله اساسیش. همه ما هم در یک کلمه میگیم، ولی همین امام آمده تمام خصوصیت های همین رو شرح داد که از این نظر چه خیلی است، از این نظر اسمش چی معنا داره، صفاتش چی معنا داره، در کجا چی. این همین نامش میشه کانسپسیا. یعنی وقتی که یک گپ هست، یک دیدگاه هست، یک جمله هست، یک لقمه پرتوفتیم، این میشه دیدگاه به معنای عادی، یا دید، یک نگاه. اما دیدگاه یا کانسپسیا وقتی است که همون نظر همه جانبه شرح داده، استوار کرده، اساسنو کرده، اثبات کرده شده است. همیش فهموست؟ پس میگیم دیدگاه دولت محور این فقط یک گپ نیست، بلکه یک دیدگاهی تا حد کار کرد شده است. البته از بود در آینده باید کار کرده بیشتر شد. این درباره مفهوم تمام. خب چرا این ضرور است؟ چرا این مفهوم رو ما به میان گذاشتیم؟ زیرا یک خصوصیت اساسی همین کتاب در آن است که اون از اینترنت، از اون منبع ها، از اون کتاب ها خوانده رو بردار کرده یا ترجمه کرده نوشته نشده است، بلکه اون یک نتیجه گیری از حیات یک انسان است. این کتاب صنعی ساخته از اگاجو برداشته چیده نیست، بلکه خلاصه صمیمانه یک مؤلف درباره این است که بعد این همه تجربه و سرگشتگی و آموزش و دیدن کشورهای گوناگون و شرایط و تجربه های گوناگون، سخن اساسی ما این است که فقط دولت میتواند سعادت ما رو تامین کند، آینده ما رو تامین کند، حفظ ما رو تامین کند، رشد ما رو تامین کند. بنابراین اگر ما در اطراف دولت متحد شویم ما نجات میابیم از نظر سیاسی. این پیام اساسیش از روی ماهیت تجربی بود. این مقدمه ای که چرا این کتاب رو نوشته و از کدام تجربه این برآمده است، برای این مهم بود که طوری که در صحبت دیروز گفتیم اگر خودی گوینده به همین مسئله باور نداشته باشد، خودش به همین خلاصه به همین اعتقاد نباشد، او اعتقاد رو نمیتواند به شنونده انتقال دهد. ما همچون انسان منفیت های بسیار گوناگون داریم. منفیت شخصی داریم، منفیت گروهی داریم، محلی داریم، اولادی، حزبی، سیاسی، ایدئولوژی. یکی کمونیست است، یکی دموکرات است، یکی لیبرال است، یکی اسلامگرا است، یکی مسلمان است، یکی اتئیست است، مثلا یکی مسیحی هست. ما همه گونه شهروندان داریم. یعنی تمام نمود افکار، دیدگاه، اندیشه، موقع در این جامعه هست و اگر ما هر یک بالای اندیشه و منفیت و موقع خود تأکید کرده، پافشاری کرده، دیگران رو محکوم کرده، به ضد اونا مبارزه کردن گیریم، این میشه مبارزه همگان به ضد همگان و در نتیجه ما هیچ کداممون نه خوشبخت میشیم، نه ثبات میبینیم، نه آرامش میبینیم. برای همین یک نکته پیوند باید باشد. این شما این بحث‌های بین مذهبی ده، بعضی علمایی که خواهند همه را متحد کنن میگن خیلی مذهباتون گوناگون، فکراتون، نمازاتون، ولی پیامبر یکتا است، خدا یکتا است، در اطراف او متحد شیخ میگن قرآن یکتا است. یعنی یک جای متحد شدن هست. اما در سیاست چی؟ در سیاست، در فعالیت سیاسی، در افکار جمعیتی همه خیلی جای متحد شدن ما کجا هست؟ همون هست دولت. یعنی ما میگیم اگر ما از همون منفیت‌های شخصی و گروهی و محلی و حزبی و ایدئولوژی و سلیقه‌ای و ذوقی خود بالاتر برآمده، منفیت‌های دولت رو در اولویت گذاشته، در اطراف دولت متحد شویم، ما میتونیم با هم همزیستی کنیم، ما میتونیم باشیم،
ثبات داشته باشیم، خوشبخت باشیم. پس نظریه دولت محور به این معناست که خود دولت حفظ اون منفعت‌های اون از منفعت‌های شخصی و گروهی حزبی و محلی بالاتر گذاشته شود و در بالای اون همه متحد شویم در اطراف اون، نوع بسته از نوع فکر و اندیشه و منفعت خود در اطراف اون متحد شویم. همین نامش نظریه دیدگاه دولت محور که در محور اندیشه دولت قرار میگیرد. یک بحثی از همه اساسی امی کتاب این است که دولت چی است؟ دولت چی است که در اطراف اون باید متحد شویم؟ برای همین مواجه بحثی فرقیت دولت از حکومت را گذاشتیم. ما دو مفهوم کلیدی داریم در سیاست، یکی حکومت، یکی دولت. خود دولت در زبان تاجیکی معناهای گوناگون دارد. مثلا یک آدمی دو برزگاه داره و دو اسب داره، یک آدمی به دولت است. اینجا دولت به معنای مالکیت و ثروت هم خیلی است در دیهات. یک آدمی به بوی و به دولت. خب دولت گاه مثلا به معنای حکومت استفاده میشه، گاه به معنای قدرت، گاه به معنای خود کشور. مثلا میگیم بین دولت ها صلح شد، همینجا یعنی بین کشورها صلح شد، بین مملکت ها. پس دولت معناهای گوناگون دارد، اما در علم سیاست دولت چی است؟ وقتی ما میگیم دیدگاه دولت محور، به کدام معنا از دولت این رو میگیم؟ دولت در علم سیاست یک مفهوم وسیع و بزرگ و فراگیر است که خود همی کشور، سرزمینیان، حدودیان، اهالی یعنی مردمیان، خود ساختار دولت، مدل دولت داری، تجربه اون، ارکان دولت داری، خود ارزش ها، خود فرهنگ، تاریخ، ارزش ها و حقوق و آزادی های مردم. در مجموع تمام اون منفعت های مشترکی هم مادی هم اجتماعی هم معنوی که ما داریم در مجموع میشه دولت. بنابراین وقتی که ما میگیم در اطراف دولت متحد شویم، دولت رو حفظ کنیم، این رو در نظر داریم. پس دولت یک فضا است که منفعت همه ما، هم منفعت حیاتی هم منفعت معنوی ما در اون خلاصه میشد. 10 خصوصیت دولت، 20 خصوصیت دولت و برای استودنت ها هست، اینجا نمیگویم. یعنی خلاصه دولت این رو در نظر داریم. ولی حکومت چی هست؟ حکومت این نهاد اجرا کننده، در علم میگیم که نهاد اجرایی، یعنی نهاد اجرایی است که دولت آن را برای انجام وظیفه های معین خدمتی تعیین میکند یا تشکیل میکند. حکومت همون گروه کاری، همون کمند، همون نهاد هست که خدمتگزاری میکنه به دولت، به ملت. پس اگر به زبان منطق گپ زنیم، علم منطق، میگیم که دولت کل است، حکومت جزء است. یا که دولت اصل است، حکومت فرع است. در منطق هم خیلی میگیم فرع میشه. پس وقتی که ما میگیم درباره دولت گپ میزنیم، ما اون دولت رو به معنای کل در نظر داریم. وقتی که درباره حکومت گپ میزنیم، حکومت همچون نهاد اجرایی که دولت اون رو تعیین کرده است. بنابراین ما میگیم که دولت مقدس است، دولت مقدس است، اما حکومت مشروعیتش رو از دولت میگیرد. دولت به ذات خود مقدس است، زیرا ما اهمیتش رو گفتیم. من کلمه مقدس رو هم یک کمی روشن میکنم، زیرا در علم دین، در عقیده، مقدس یک معنای الوهیت شرعی دارد و در سیاست مقدس به معنای اعتقادی نیست. مقدس به معنای نهایت مهم، دارای اهمیت حیاتی. مثلا میگیم دولت مقدس است،
این نیست که 2 رکعت نماز خوانیم برای دولت. نیست. دولت مقدس است به معنای اینکه نهایت مهم است، اهمیت حیاتی دارد، یک خط سرخ است که از وی گذشتن ممکن نیست. این مرز مقدس است، معنای دخالت ناپذیر است. یا که در این دیوار اگر باشد که پرچم تاجیکستان، نشان تاجیکستان در بالاش نشست مقدسات ملی، این معنیش نیست که در اونجا رفته ما عبادت کنیم. مقدسات ملی به این معنی است که اهمیتی بسیار بزرگ دارد. در همین نشان دولتداری ما تجسم یافته است، در همین علامت دولتداری یا ملتداری ما تجسم یافته است. برای همین این رو احترام میکنیم. یعنی شما یک رویمال، یک جامعه از پدرتان مونده باشد، همون جامعه را تگ پا نمیکنیم، یک جامعه میمونه همچه یک رمز احترام. او مقدس به معنای شرعی نیست، ولی در نزد شما نهایت مهم است. همون را میگیم مقدس. این زنها هم یگان مهره از مادرشان مونده باشه، همون را اگر 100 سال هم گذشته باشه او را نگاه میکنن، از مادرم یادگاری. بنابراین مقدس در علمهای جمعیتی و سیاسی معنای اعتقادی و ایمانی و شرعی ندارد، بلکه معنای سیاسی و تأکید کننده به اهمیت امو شیء دارد. بنابراین وقتی میگیم دولت مقدس است، شما بحث عقیده و ایمان در میان نری، بلکه معنیش نیست که دولت نهایت مهم است، اهمیت حیاتی دارد، یک مرز دخالت ناپذیر است. درباره آن بحث کردن، او را زیر سوال بردن، او را ضعیف کردن، به او ضربه زدن ممکن نیست. اکنون برای چی بحث حکومت و دولت را گفتیم؟ زیرا ما گفتیم که دولت مقدس است، حکومت چی است؟ آیا حکومت مقدس است یا نه؟ حکومت مشروعیتش را از دولت میگیرد. یعنی اگر در این سیاست 2 شرط است برای حکومت. اگر حکومت یعنی نهاد اجرایی از روی قانونگذاری دولت تأسیس شده باشد، میگه مشروعیت دارد، یعنی قانونی است. دوم، اگر در فعالیتش قانونگذاری دولت را تطبیق کند، از نظر فعالیت هم فعالیتش مشروع است. پس اگر همین 2 پایه را یک حکومت داشته باشد که به طور قانونی ساخته شده باشد و عملی قانونی کند، زیرا قانون را دولت قبول کرده است، از این رو میگیم که این حکومت قانونی و مشروع است. بنابراین امر حکومت، فرمان حکومت از نظر اون که وی نماینده قانونی دولت است مشروعیت پیدا میکند. این مثلا شبا ما میبینیم مهتاب، میگیم این شب مهتابی روشن، ولی مهتاب روشنی ندارد. روشنی مهتاب از حساب روشنی آفتاب است. یعنی یک عکسی از آفتاب، از روشنی آفتاب بالای مهتاب است. مهتاب روشنی رو میتد به فضای زمین. اگر بگیم که مهتاب روشنیش رو از آفتاب وام میگیرد، امی حکومت مشروعیت و قدرتش از حساب مشروعیت و مقدسی دولت است. اگر یک حکومت دیگه باشه که از دولتی ما نباشه، برای غیر قانونی اومده باشه، مردم اطاعت نمیکنه. طالبان حکومت رو گرفتن، صاحب قدرت شدن، ولی نه در داخل نه در خارج هیچ کس اعتراف نمیکند. چرا؟ حاضر همه جا مذاکره میکنن که ما رو به رسمیت شناسید. نمیشناسن، میگن که شما با یک راه غیر قانونی صاحب قدرت شدید. اگر همین در نتیجه مذاکرات، در نتیجه قانونی ما افغانستان به سر قدرت می اومد، اما روز همه اعتراف میکرد. پس اون مشروعیت حقوقی ندارد بودنش و از نظر فعالیتش هم مشروعیت عملی ندارد. از این رو اگر یک حکومت هم در اساس قانونگذاری دولت ساخته شده است و هم در اساس تشکر شما ده باشد هم در اساس، یعنی یک حکومت 2 پایه اگر داشت، در اساس قانونگذاری دولت ساخته شده است، یعنی آمدنش قانونی است.
و در اساس قانونگذاری دولت فعالیت میکند، یعنی فعالیتش قانونی است. اگر همین دو کار باشد حکومت رو همچون یک رمز و نماینده دولت ما احترام میکنیم، همه احترام میکنیم. این همین حکومت جمهوری تاجیکستان، شما اطاعت میکنید، فرمان اومد، پویسکا اومد یا دعوتنامه اومد یا امر اومد، همه هم شهروند اجرا میکنیم، قانونگذاریش اجرا میکنیم. اینم یک پلیس در سر راه اگر دست بردارد میستیم. چرا میستیم؟ او همچون نماینده حکومت، حکومت همچون نماینده دولت اوجا ما را منع کرده است. وگرنه او همچون شهروند هیچ حقوقی ندارد که روی ما را گیرد، اما باید چون از سوی دولت وظیفه دار شده است برای همین کار، همون مشروعیت دولت رو او دارد. بنابراین که وقتی ما از حکومت، از نماینده حکومت، از یگان کارمند حکومت، فرض کردیم از اینمی نمایندگانی بخش تنظیم یگان عملی بینیم که پسند ما نباشد، یا یک پلیس، یک نماینده انداز شما را رنجان، ما هرگز از دولت نمی رنجیم، چون او همچون فرد در سطح فهمیش خود ممکن خطا کرد، عملی نادرست کرد، ولی دولت، سرزمین، ملت، کشور، ارزش‌های اساسی ما برای همه ما همیشه گرامیان و مناسبت ما با اونو تغییر نمی‌یابد. این مثلا همین یک پلیس، یک گئی، نماینده گئی شما رو منع کند، جریمه کند یا بی اخلاقی کند، ما نمیتونیم بگیم این چی دولت است، این چی وطن است، این چی کشور است. ما همین نفر رو همچون یک نفری ویران کننده قانون محکوم میکنیم، چی به زبان، چی به دل، چی در روزنامه، چی در فیسبوک، ولی مناسبت ما با دولت عوض نمیشد. زیرا باز بسیار نمایندگان انداز هستند که بسیار آدمای خوبند، بسیار نمایندگان تنظیم هستند که بسیار انسانای خوبند، بسیار نمایندگان گئی هستند که بسیار آدمای خوبند. اینمی در مرکز دوشنبه یک گئی بسیار خوش اخلاق بود، با همه چوبچش بازی میکنه، هر یک راننده گذشته از سالن گفته میگذره، چون که و یک ابرازی مثبت، یک سیمای محبوبی همین گئی رو آفریده است. بسیار زیبا عمل میکنه، با چوبچش کار میکنه. مثلا اونم گئی هست، با یک گئی سختگیری هر کس جریمه میکنه، اونم گئی هست. یعنی اینا دولت نیستن، اینش یک آدمی خوش اخلاق، اینش یک آدمی بی اخلاق. وزیر هم میتونه یک وزیری بی اخلاقی کم دانش باشه، یک وزیر خوبی با دانشی با اخلاق هم هست. یک مسئول، یک معاون رئیس ناحیه ممکن کم اخلاق باشه، شما رو دغلی کند. یک معاون رئیس ناحیه است که با اخلاق و فرهنگی بسیار بلند دارد. این معنیش نیست که دولت، نظام سیاسی یا که ملت یا سرزمین بد باشد. بنابراین من بحث اساسی بود که این وقتی میگیم که دولت محور، دولت در مرکز، دولت مقدس، دولت دخل ناپذیر، ما نمی دولت به معنای کلانج در نظر داریم. حکومت مثل ما و شما آدم است. اگر آدمی خوب بود، سیاست خوب اجرا میکند. اگر آدمی کم صلاحیت بود، با اونا اصلاح میکنن. از این رو وقتی ما اعتراض داریم، فکر دیگری داریم، تحلیل داریم، نقد داریم، میتونیم نسبت همون کارمند یا نماینده یا همون مسئول داشته باشیم. او اگر خوب باشه اخلاق و رفتارش خوب است، اخلاق و رفتارش خوب نباشد خوب نیست. اما نوابسته از خوب بودن یا نبودن حکومت، مقاماتش، نمایندگانش، دولت خوب و بد نمیشد. زیرا دولت این دولت ماست، کشور ماست، وطن ماست، نظام سیاسی ماست و دیدی ما با او تغییر نمی‌یابد. از این رو وقتی که ما چگونه صحیح بودن عمل خود را برمیکشیم، یعنی شما خیلی بگیرید که اگر عمل شما، عمل ما به دولت ضربه میزند، یعنی به خود دولت، امنیت دولت، سرزمین، مردم،
منفیت‌های دولت ضربه میزنه، اونمو عمل ضد دولتی است و خیانت است و جنایت است. ولی اگر شما یک مقام رو، یک عمل یک نفری رو با سخن نیک، با روی قانونی اصلاح میکنید، پیشنهاد میکنید، اگر اساس داشته باشد این جنایت است. فقط اصلاح رو هم باید با راه قانونی کنیم، یعنی به یگان نزاع. بنابراین نقد و نظر اگر درباره مسئولین یا شخصای مسئول داشته باشیم این مسئله جدا است، ولی درباره دولت، ملت، کشور، سرزمین، ساختار ما نمیتونیم که شهروند این کشور نظری مخالف داشته. اگر ما نسبت یا نظری مخالف داشته باشیم پس ما حقوقی در اینجا فعالیت کردن نداریم. دیروز ما درباره حزبای افراطی گفتیم که چرا ما اونا را ثبت نام نمیکنیم؟ چون که او در نظامنامه‌اش اعلان کرده است که من دولت فلان خیل میسازم، این دولت رو از بین میبرم. بنابراین ما میگیم که چون با دولت ما مخالف است حقوق فعالیت نداره. ولی درست است فکرش نادرست است، کدام مذهب است، کدام عقیده است، وقتی به دولت تهدید می آفرد ما رو اجازت نمیدیم. بنابراین دولت یک مرز مقدس است، به این معناست که ما نمیتونیم نسبت دولت مسئله داشته باشیم. همه فعالیت ما باید این باشه که در حفظ دولت، در حفظ یگانگی سرزمین، در حفظ ملت، در حفظ نظام سیاسی دولت، ساخت کنستیتوسیونی دولت که همه مردم رو قبول کرده است و در حفظ منفعت‌های ملت و دولت. و اگر فعالیت ما به همین چیزها خلل ایجاد کند این میشد گناه. شما یک وقت کم است ولی یک فرمولای آسانکک میدم، اگر این فرموله رو در ذهنتون گیرید کار اندک آسان میشه. ما مثلا اگر وقتی میگیم منفعت‌های ملی رو باید حمایت کنیم، اکثر عالمان دانشگاهی هم مشکل دارن که این منفعت‌های ملی چی است. بسیار اکادمیک‌ها علما بحث میکنن، تعریف‌های گوناگون است که منفعت‌های ملی چی است. برای همین ما تعریف کاری داریم. این من در این کتاب از جمله همین را استفاده کردم که ما یک روی خطی چیزای مهم داریم. روی خط ما مثلا ممکن از نظر علمی ندانیم منفعت‌های ملی چیست. یعنی خیلی جواب ته مثل اسم اون حصه نطق است که به سوال جواب می شود هم خیلی ندانیم، ولی از نظر عقلی منطقی باید دانیم که چی چیزا برای همی کشور، دولت و ملت و خود ما مهم است. یکو می‌نویسیم من استقلالیت دولتی، حفظ دولتداری ملی، حفظ سرزمین، حفظ ملت، حفظ ساختار دولتی، نظام دولتداری، حفظ ارزش‌های ملی، حفظ حقوق و آزادی‌های مردم. یک 20 تا هم خیلی ایجا هست ارزش‌هایی که اگر همون را روی خط کرده در روی استولتون یا در روی پره شکفتون چسبوندن ممکن. و شما اگر یک عمل را میخواهید بررسی کنید که همین عمل ضد منفعت‌های ملی است یا نه، همین روی خط میبینه میگین که به کدام از زمینا ضربه میزند. اگر به یکی از همین ارزش‌ها خلل وارد میکنه همین عمل نادرسته. یا که اگر شما یک گروه را ما همین روی خطمون میبینیم که به کدام از ارزش‌های اساسی ما خلل میرساند، به کدام از منفعت‌های اساسی ما ضربه میزند. اگر به هیچ یکی از اینا ضربه نمیزند ما میگیم به منفعت‌های ملی ضرر ندارد، ثبت کنید. اگر به یکی از زمینا ضربه میزند ما میگیم که مثلا به فلان ارزش‌های ملی و فلان منفعت‌های ملی این ضربه میزند، از این سبب فعالیتش ممکن نیست. یعنی دولت قاضی نیست، دولت مفتی نیست که مثلا یکی طبق کدام آیه همین سلفی درست است یا حنفی درست است، تحریر درست است یا این القاعده حق است. این موضوع دولت نیست. دولت موضوعش این است که آیا به منفعت‌های ملی، به ثبات و امنیت، به وحدت ملی، به یگانگی کشور، به استقلالیت دولت ضربه میزند، تهدید میکند، خلل میرساند یا نه. اگر به یکی از این چیزها خلل رساند طبق کدام آیه هم باشد دولت او رو میگه که
فعالیت شما اجازت نیست با همین سبب. از همین رو معیاری موقع و فعالیت دولت چی است؟ همین روی خط منفعت‌های ملی. اگر ما هم همچون شهروند آگاه همین سطح فکری را یاد گیریم که در وقت هر سخن، هر فعالیت توان معین کرده که همین سخن من، همین فعالیت من، همین عمل، همین موقع من آیا به منفعت‌های ملی ضربه میزند یا نه؟ اگر به همین درجه فکری رسد یک امام، یک ضیایی، یک معلم، اما میشه صاحب دیدگاه دولت محور. اگر همین خیل به دولت نگاه کرده توانیم، پس بسیار فعالیت‌های ما معنای دیگر میگیرد. فرض کنیم وقتی شما دولت رو همچون اصل درک میکنید و درک میکنید که دولت باعث اساسی هستی سیاسی و فرهنگی ماست، هر چیزی که به دولت تهدید میکند شما او رو تهدید به خود میدونید و خودتون با اون مبارزه میکنید. مثلا شما خانه خودتون مهم میدونید، همین بینید که یگان کودک با یگان میخه، با یگان بیل دیواری شما را شکاف کرده ایستاده است، به یگان فرمان، به یگان دستور، به یگان قانون، به یگان انتظاری، از روی درک این که همین کار به منفعت شما خطر دارد پیشگیری میکنید. خلاص یا بینید که بام خانه شما را کسی شکاف کرده ایستاده است، شما به انتظار یگان دستور و فرمان و قاعده و قانون و کنسپت و کتاب با او عکس العمل نشان میدهید، چون همونجا شما درک میکنید که همین خانه، همین حولی حریم شما، جای شما متعلق به شماست. همین نگاه رو باید نسبت دولت داشته باشید. او وقت یگان گروه است، فکر است، اندیشه است، خطر است از بیرون، شما وقتی احساس میکنید که همین خطر دارد به دولت، به ملت، خودتون صداتون باید بلند شود. یعنی اگر شما معیار رو منفعت‌های دولتی قرار دهید، او روی خط در پیش چشممون، در ذهنمون، در دلمون ثبت شده باشد که ما میدونیم که 1 2 3 4 5 6 20 چیز است که با او دخالت کردن ممکن نیست. هر چی با او تهدید میکنه تهدید به همه ماست. بنابراین اگر چیزی با او تهدید میکنه خود شما همچون سربازی منفعت‌های ملی پیشگیریش میکنید. از این رو وقتی ما میگیم مبارزه با گروه‌های افراطگرایی کاری فقط حکومت نیست، به این معناست که هر یکی ما درک این خطر رو اگر سرفهم رویم، خودمون مبارزه میکنیم به ضد اونها، به ضد هر یک پدیده دیگری که خلل رساند به منفعت‌های ملی. ما گفتیم که دولت مهم است، دولت محور است، همه باید دولت رو حفظ کنیم، در اطراف دولت متحد شویم. دولت مقدس است. پس شما میگی انسان در کجاست؟ انسان اگر در یک جمله بگیم در مرکز سیاست است. در مرکز سیاست همه گونه سیاست، دولت، فعالیت جمعیتی برای انسان است. دولت هم برای انسان ساخته میشه، سیاست هم برای انسان است، جامعه هم برای انسان است. عموما اگر انسان در محور نباشه فعالیت سیاسی معنا ندارد. درباره این مسئله اندیشه‌های گوناگون هست. من 2 تعریفی مشهورترین درباره سیاست اگر شما ببینید انسان چه خیلی است. ارسطو فیلسوف بزرگ یونانی که یکی از پدران علم سیاست، پدران دولت شناسی است و اکثری در قریب 2000 زیاد سال است که مردم از همه ارسطو اقتباس میارند دولت چیست، سیاست چیست. و ارسطو در هم تعریف مشهورش میگه که سیاست هنری اداره کردن جامعه است. البته در کتاب‌های دوره شوروی هنر هم میگفتن صنعت، مهارت، به معنای مهارت. یعنی ارسطو گفتن که سیاست چیست؟ ارسطو میگه سیاست این صنعتی اداره کردن جامعه است. خب ببینید ارسطو اکسنت یا تاکیدش بر روی خودی هنر اداره کنی گذاشته است. یعنی اداره کرده توانی همین سیاست است.
حالا را با مکر اداره میکنی، با خرد اداره میکنی، با حیله اداره میکنی، با زور اداره میکنی. باید وضعیتی باشد که مردم اطاعت کند، مطیع شود، تابع شود، تو حکومت کنی. همین نامش سیاست. گفت که سیاست صنعت اداره کردن است. بنابراین او چیزای مشهوری که میگن که هدف وسیله رو توجیه میکند، یا که میگفتن که تفریقه کن و حکومت کن، اینو از این اصل برمیان که اصلی سیاست به این گذاشتن که صنعت اداره کردن. دوم، پیر سیاست ما، اولین سیاست شناسای کسبی بزرگ ما ابو نصر فارابی که او را ارسطوی دوم یا میگن معلم ثانی، عنوان معلم ثانی را داره در تاریخ فلسفه، چون معلم اول ارسطو است. ارسطو میگن در فلسفه معلم اول، فارابی رو میگن معلم ثانی. همین معلم ثانی در تعریف معلم اول یا تغییرات عجیب می‌دارد. میگه که سیاست فعالیت جمعی برای به سعادت رساندن انسان است. فارابی میارد انسان در این درونی محوری سیاست میگذارد، نه هنری اداره کنی رو. یکی سیاست فعالیت جمعی برای به سعادت رساندن انسان است. نظریه اسلامی، نظریه تاجیکی امین است. فارابی هم مسلمان، یک از فیلسوفای بزرگ اسلامی و از فیلسوفا و دانشمندای بزرگ تاجیک. این از این فاریاب. خب پس ببینید مفهوم اساسی مرکزی سیاست چی شد؟ خوشبختی. خوشبختی انسان. زیرا می سعادت به زبان تاجیکی میشد خوشبختی. خوشبختی. اکنون یک بار دیگر میگم، در تعریف ارسطو سیاست صنعت اداره کنی جامعه، تأکید روی هنری صنعت، مهارت. در تعریف فارابی سیاست فعالیت برای به سعادت رساندن انسان. پس در مرکز سعادت انسان یا خوشبختی انسان. خب اکنون همین را کمی شرح میتیم نگاه کنید. پس وقتی که سیاست این فعالیت برای خوشبخت کردن انسان است، خوشبختی چی است؟ خوشبختی انسان چی است؟ کمی باید در همین باره فکرامون با فکرایی که تا حاضر داشتیم مقایسه کنیم که مفهوم خوشبختی چی است. این یک آدم میگیم یک خونه داره، تنش صحت است، این خوشبخت است. یک مفهوم های عادی است. در تاجیکی میگیم که تر کرده به آب میخوری میگذرد، میگیم خوشبختی است. لیکن در علم سیاست خوشبختی چی معنا دارد؟ ایرم اگر در ذهن گیریم بسیار مهم است. در علم سیاست خوشبختی تعریفی بسیار معین دارد. انسان همیشه دو نوع احتیاجات و نیازها دارد. دو دسته، نیازهای مادی و نیازهای معنوی. که در سیاست میگیم که اگر نیازهای مادی و معنوی انسان در سطح ضروری تأمین باشد، همین انسان خوشبخت است. خب نیازهای مادی چی است؟ نیازهای مادی پیش از همه است مثلا خودی حیات زندگی، آب و نان یعنی تأمینات مادی، خود سلامتی، خود امنیت، استراحت، همین زندگی شایسته. اگر به خلاصه گیریم زندگی شایسته یعنی روی خطی اگر گیم نیازهای مادی انسان، زندگی، تأمینات نان و آب، جای زیست، امنیت، سلامتی و حتی عائله، ادامه نسل، اینو از احتیاجات مادی انسان. و دسته دوم احتیاجات یا ضرورت ها یا به تاجیکی اگر گیم نیازهای
معنوی انسان. نیازهای معنوی انسان یعنی فرهنگ، معنویت، اخلاق، دانش، حقوق، آزادی، ناموس، شان و شرف، یا اصلا حقوق‌های یا که نیازهای معنوی انسان. اگر فلسفه خلقت انسان گیریم، هر دوی همین در وجودش نهاده شده است، هم هسته مادی هم هسته معنوی. اگر یکی از اینا بیرون شود، او انسان دیگر انسان نیست. زیرا نه تن به روح انسان است، نه روح به تن انسان است. بنابراین ما میگیم که جمعی نیازهای مادی و جمع نیازهای معنوی در کل هست نیازهای انسان. اگر اینمی جمع هر دوش تامین باشد، همون انسان میشه خوشبخت. ولی داریم در این تاریخ فلسفه، دین، عرفان یا صوفیگری، بعضی جاهایی که انسان ها افراط میکنن. مثلا بعضی میگن که من از بحر مادیات دنیا گذشته وجودی کاملا معنوی شدم، یا بعضی میگن من به معنویت و روح و اینا هیچ نیازی ندارم، من فقط وجودی مادی. هر دوش حالت انحراف است. بنابراین انسان سالم همین دو دسته، دو روی خطی احتیاج دارد، مادی و معنوی. اگر هر دو همین برآورده شد، میگیم انسان خوشبخت. حاضر از روی همین ما در سازمان ملل متحد و در دیگر تشکیلات های بین خلقی یک روی خطی عجیب است، روی خطی کشورهای خوشبخت. شما بینید که در روی خط کشورهای خوشبخت خیلی همین روی خط ترتیب میدهند. مثلا میگه کدام کشور در جهان خوشبخت است؟ میگن که همان کشور خوشبخت است که در آن همین احتیاجات مادی و معنوی انسان برای هر شهروند تأمین است. اگر در سالهای 72 82 عصر گذشته میگفتیم که کشوری از همه پیشرفته کجاست، کشوری از همه خوشبخت کجاست، ما میگفتیم امریکا، SSSR، چون که به کیهان رفت، بمب اتمی دارد، چند میلیون آهن استحصال میکند، چند میلیون تن پخته استحصال میکند. کشوری پیشرفته در تصور سالهای 82 92 عصر گذشته یک کشور پرقدرت صنعتی و حربی و استحصالی بود. ولی حاضر کشور خوشبخت و پیشرفته کشوری رو میگن که در اون انسان، یعنی انسانی مشخص خوشبخت باشد، نیازهای مادی معنویش تامین باشد. برای همین حاضر میگن خوشبخت‌ترین کشور در روی خط یکم ایستاده است مثلا نروژ، دوم ایستاده است سوئیس، فنلاند. در روی خط 10 کشور خوشبخت نه روسیه است نه امریکا است. چرا نیست؟ چون که خوشبختی رو دیگر از روی حساب نمیکنه که کشور چند بمب و راکت و آهن و تراکتور داره، از او حساب میکنه که انسان چقدر خوشبخت است در اون. مثلا وقتی در نروژ میگیره میگیم که درازی عمر از همه زیاد، تامینات طبی از همه خوب، ورزش از همه خوب، سلامتی اهالی خوب، مرگ مادر و کودک از همه کم، خشونت از همه کم، امنیت از همه بهتر، معاش از همه زیادتر، شرایط استراحت از همه خوب. میگیم انمی کشور خوشبخت. بگذار یگان تن آهن یا هیچی نداشته باشد، اما SSR فرزند در کیهان، امریکا در ماه، بمبه های بزرگ اتمی، ولی زنی تاجیک در درون پختزار فرزند در درون دارو پخته چیده در اونجا تولد کرده، کودکش مرد از فرض. این دیگر خوشبخت نیست، گرچه ساکنی یک کشوری دارای بمب اتمی هم باشد. پس معیار اساسی سیاست با همون معیار فارابی دوباره برگشت در جهان که معیار سیاست و دولت این خوشبختی انسان است. پس این نظریه ما هم همین میگیم که در مرکز سیاست انسان است، هدف اساسی سیاست خوشبخت کردن انسان است. اکنون جای اساسی داریم که پس وقتی که هدف اساسی خوشبختی انسان است، چگونه این خوشبختی تطبیق میشد، چگونه به دست می آید؟ تجربه تمامی تاریخ بشر نشان میدهد که همین خوشبختی که هدف اساسی ماست
تنها در حالت موجودیت دولت به وجود می آید. یعنی خوشبختی جمعی به وجود دولت امکان پذیر نیست. ممکن خوشبختی فردی یک نفر شود، یک نفر مثلا یک کوه رود، یک غور نمیدونم از همه چیز خودش رو دور گیرد و خودش رو خوشبخت حساب کند، حسی داخلیش. ولی یک ملت رو، یک جامعه رو فقط در حالت بودن دولت خوشبخت کرده میشه. بنابراین ما چه میگیم؟ پس ما اینجا دولت رو در مقابل انسان قرار نمیدیم. نمیگیم که دولت مهم است، انسان باید در خدمت دولت باشه، بلکه برعکس میگیم که انسان مهم است، انسان در مرکز است، دولت اون ظرف، اون شرایط است که انسان رو خوشبخت کرده میتواند. بنابراین وقتی میگیم که در فعالیت سیاسی ما دولت در مرکز باشه، او رو محض همچون مکانیزمی یگانه و امکان پذیری تأمین خوشبختی انسان در نظر داریم. از این رو نظریه دولت محور در مقابل انسان محوری نیست، بلکه او همین انسان محوری رو که یک آرزو است، یک خیال است، یک آمال ابدی بشریت است که خوشبخت باشه، این نظریه میاد به این مکانیزم عملی میبخشد. میگه که بله خوشبخت میخواهی بودن، پس دولت داشته باش، ثبات داشته باش، امنیت داشته باش، فضا داشته باش، در همون فضا خوشبختی تا میکنی، وگرنه بی دولت این امکان نداره. خصوصا اکنون عصرهای اخیر، سالهای اخیر، این حادثه هایی که در اوکراین و گرجستان و ارمنستان، در سوریه و لیبیا و مصر و اینا در کشورهای عربی نشان دادن که وقتی که دولت شکسته میشد، دولت فرو میپوشد، خوشبختی انسان هم امکان پذیر نیست. این شما ببینید سازمان ملل متحد دیروز گفت که حدود 6 میلیون نفر از اوکراین مهاجرت کردن، گریختن. 6 میلیون. با یک 6 میلیون دیگه در داخل از شهرها گریخته به شهرهای داخلیش. خب یعنی قریب 2 برابر اهالی تاجیکستان فقط گریخته است. خانه هاشون زیر و زبر. همه یمو خانه داشت، آرزو داشت، فرزند داشت، شاید میخواست این سال زمین گیرد، فرزندش دانشگاه رود، میخواست توی کند، میخواست یگان آرزو هوسش دررسد، خلاصه میخواست خوشبختیش به دست بیارد. ولی اکنون که دولت فرو پوشید، دیگه خوشبختی اونا خواب و خیال شد. حتی آرزوهای شخصیشون دیگر امکان پذیر نیست. نگیم آرزوهای سیاسی جمعیتی، حتی اگر میخواست شاید همین سال زن گیرد یا فرزندش خانه دار کند، دیگه فرزندش که گریخ رفت، با مردای من کردن و پسرش رفت جنگ، یعنی برآمدن مردای تا 60 ساله من کردن، زن و کودکش گریخته خارجه، مردش به جنگ کشته میشد. اینا وقتی که دولت شکسته میشد، سرنوشت انسان هم میشکند. بنابراین تمام همون نقشه های شخصی ما فقط در حالت میشد که دولت و ثبات و امنیت باشد. و استاد ربانی پرزیدنت دولت اسلامی افغانستان بودند. سالهای سال یک راهبر جهاد و مبارزه افغانستان ضد هر طرف، ضد شوروی، بعد ضد طالبان. و استاد ربانی یک شخصیت بسیار بسیار بزرگی با تجربه و یک تاجیکی بزرگ. گفتن که من حدود 70 و چند ساله بودم اون وقت، 73 74 ساله. این من وقتی مبارزه و جهاد سر کردم، موهای من سفید نبود، موهای من سیاه بود، ریشم سیاه بود. ما آرزو داشتیم که یک افغانستانی میسازیم که چنین باشه، چنین باشه، دولت اسلامی میکنیم، بعدا جهان دیدیم گفتیم دموکراسی میکنیم. هزار خیل آرزو، پلان، نقشه داشتیم. ولی همین حاضر من 70 و چند ساله، معلوم نیست چند روز دیگر عمر دارم، اعتراف میکنم که به یگان آرزوی خود نرسیدیم. این با همو ویرانه، با همو جنگ، با بی‌ثباتی، چرا به آرزو نرسیدیم؟ گفتن که خلاصه حیاتی من این است که
چون ما دولت نداشتیم نتونستیم هیچ آرزومون عملی کنیم. چون ما ثبات و امنیت نداشتیم نتونستیم آرزومون درسیم. بنابراین اونا گفتن که زمینه همه آرزو و آمال چی شخصی چی جمعیتی چی ملی فقط بودن دولت و امنیت است. از این گفتن خواهش من از تاجیکان از مردم تاجیک این است که در اطراف دولت متحد شوید، دولت رو حفظ کنید، ثبات و امنیت رو حفظ کنید، زیرا حتی اینجا مثل فتوا گپ زد، گفته که دولت و امنیت یک وجیبه شرعی است. همین کلمه استفاده کنه وجیبه یعنی واجب بودن است، یک وجیبه شرعی است. و چرا چنین گفتن؟ چون که ربانی نه تنها یک لیدر سیاسی بود بلکه ربانی یک پروفسور ساحه الهیات بود. اونا دانشگاه الازهر مصر که تمام کرد در رشته الهیات درجه دکتری پروفسوری داشتن، مفسر قرآن بوده و استاد ربانی این حقوق داشت که درباره دین هم گپ زند. بنابراین گفتن همچون یک عالم دین همچون یک پروفسور دانشگاه الازهر گرفتگی گفتن که امنیت یک وجیبه دینی است. اگر امنیت نباشد نه نمازی آرام میشد، نه عبادتی آرام میشد، نه مسجدی آرام میشد، نه عید میشد، نه توی میشد، نه هیچی. بنابراین خواهش و پیام اساسی من به تاجیکان این است که امنیت رو حفظ کنید، ثبات رو نگاه دارید، دولت رو حفظ کنید، زیرا ما از بی‌دولتی به همین روز آمدیم، ولی شما دولتتون رو از دست ندهید. شما شانس اساسی تو همین دولت است. دولت بخصوص برای تاجیکان این شانس آخرین موجودیت ملی ماست. این یک منظره جغرافیایی تاریخی سکونت تاجیکا رو پیش نظر بیارید. همین چشم رو میپوشیم. ببینید تاجیکا در آسیای مرکزی، در تاجیکستان، در افغانستان، در حدود قسم در پاکستان، قسم در چین هم خیلی پراکنده هستند. از همین 50 میلیون تاجیکی که در این حدود زندگی میکنند فقط همین 9 میلیون تاجیک ساکن تاجیکستان صاحب دولتند. تاجیکان این کشور همسایه در آسیای مرکزی تقریبا نصف شده رفتن. تاجیکان افغانستان از طالبان آمدن عموما دیگه از حاشیه به حاشیه سیاست رانده شدن. بنابراین فقط در تاجیکستان تاجیکان امکان باقی ماندن همچون ملت داره و اونم با برکت دولت. از زمین رو جمهوری تاجیکستان همچون دولت مستقل این آخرین شانس تاجیکا هست برای باقی ماندن همچون ملت با همین فرهنگی که داره. از این رو وقتی ما درباره اهمیت دولت گپ میزنیم برای ما بازی بسیار مهم است. برای تاجیکا این فقط یک نظریه علمی برای همگان نیست، برای تمام تاجیکان مهم است که دولت رو حفظ کنن، زیرا بدون دولت ما هم خیلی حزم میشیم، یا در فرهنگ ترکی یا عربی یا پشتو یا چینی یا هر چی باشه. بنابراین دولت امروز برای ما نه تنها برای ثبات و امنیت و تامین حقوق و آزادی ها مهم است، بلکه همچنین برای حفظ شدن ما همچون ملت هم دولت نقشی کلیدی داره. این صحبت اساسی همی بود. البته بعضی جزئیات های دیگری این مسئله در کتاب به طور وسیع هستند، مثال های زیاد هستند و اگر از همین روز از همین صحبت همین پیام رو گیریم که دولت چی است، چرا مهم است، منفعت های ملی چی است و ما چخیل اون رو میتونیم ارزیابی کنیم، نقش ما در حفظ اون چی است، اگر نباشد سرنوشت ما چی میشد. همین مسئله رو اگر از همین جلسه امروز همراه خود بریم یا عموما در فعالیت خود در ذهنمون باشد، همین مقصد